اولا این قصه دروغه. اصلا چنین چیزی نمیشد، برای اینکه در همان زمان در تهران رویتر بوده، خبرگزاری معروف رویتر، الان هم هست. هاواس بوده، الان شده خبرگزاری فرانسه. خبرگزاری عثمانی بوده، ترک بوده. خبرگزاری آسوشیتد پرس بوده، یونایتد پرس بوده. چنین اتفاقی میافتاد مگر رضا شاه رو آروم میذاشتن؟ مگر میشه آدمو تو تنور بندازه؟ اینا قصه های علی حاتمیه. علی حاتمی این فیلمو که ساخت، یه جاش هست که مثلا اون شخصی که مثلا در جوانی شاهزاده فرمانفرما بوده، این همه خیالیه. اصلا شاهزاده فرمانفرما سال 1919 مرده بود. در این فیلم دیدین که شاهزاده فرمانفرما در جوانیش میره جلوی یک نونوایی میخواد نونوا رو به تنور بندازه. اینا افسانه است، اینا قصه است. شما ناصرالدین شاه جرأت چنین کاری نداشت. بنابراین اینی که تو تنور بندازیم شاید زمان مغول، شاید زمان صفویه که افکار عمومی نبود، ارتباطات نبود، ممکنه چنین آدم این کار کرده باشه. اگر من از شما بپرسم از کدوم کتاب و کدوم منبع نقل میکنید، خب خواهید گفت فضای مجازی. خب اسم اون نونوا چی بوده؟ اون نونوا در کدوم شهر به تنور انداخته شده؟ آدم بوده دیگه. اینا همه چیزایی است که آدم میتونه از خودش بپرسه و بفهمه که دروغه. ثانیاً درسته که رضا شاه یک آدم دیکتاتور قسی القلب چنانی بوده، اما زمانه او زمانه ای نبود که بشه مردم رو اینطوری مجازات کنی. رضا شاه که مال 1000 سال پیش نیستش که. در دوره رضا شاه تلفن بوده، روزنامه بوده، اتومبیل بوده، تلگراف بوده، بیسیم بوده، رادیو بوده، همه وسایل ارتباطی و ثبت بوده. کارهای رضا شاه هم و مسافرت‌های رضا شاه هم از روزی که پادشاه شد تا روزی که از ایران رفت همش مشخصه که به کدوم شهر رفت و در کدوم شهر چقدر مکث کرد. روزنامه هم گزارش دادن. اگه یک همچین چیزی بود در یک جا ما یک سندی میدیدیم.